درخت دوستی تقدیم میکند. لمن الملک الیوم. ببینه کسی خدا نمیبرد، کسی غیرت سرش برداشتن ندارد. خدا میگه لله الواحد القهار. این زمین، این قیامت، این دنیا، این حکم همه از آن پروردگار واحد و میان شکن هست. لله از آن خدا هست، خدایی که تنها هست، خدایی که قهار هست. کلمه قهار گفتن میان شکن. یک استخوان و یک چوب هم میگیرید زد هم میپرداز. خدا در روز قیامت میان کسی که غیرت صحبت کردن میکنه میانش میشکنه. دیگه مردم به طاقت میشن، میگن چیکار کنیم، نزدیکی برویم از این حالت نجات بیابیم. همگی وقتی که صحبت میکنن میگن نزد پدرمان حضرت آدم میریم. همگی جمع میشون میگن نزد حضرت آدم میریم. برای چی نزد حضرت آدم میرون؟ برای این نه که ما را خدا داخل بهشت کنه، برای این نه که خدا ما را گویم که صاحب نعمت کنه، خدا ما را ببخشنه، خدا ما را از زمین حالت خلاص کنه و حساب کتاب آغاز کنه، بگذار داخل دوزخ شویم. مانند که ما مقاله داریم کفن سفید از دیده از عذاب گور بیخبر. این بیچاره ها، ما بیچاره ها در روز قیامت وقتی که گرمی آفتاب میبینیم خیال میکنیم که گرمی زمین است. همه کسا دعوا میکنن که از زمین عذاب خلاص شه. همه کسا نزد حضرت آدم علیه السلام اولین نفر ابوالبشر میروند.